سلام دوستای عزیز، امید که جور صحتمند سر حال باشید و خوشحال هستم که باز هم از صفحه نمک زندگی ما رو بیننده است. یک شعر طنزی دیگه از محمدی است که به شما عزیزان دل میخوایم تقسیم کنیم یا تقدیم. متوجه کامنت ها باشید. دلم میشه 4 تا زن بگیرم، به اسم رقیه و گلشن بگیرم. زن اول شود از قوم تاجک، زن دوم شود خاتون ازبک، زن سوم اگر باشد هزاره، برایم میدهد عشق دوباره. چهارم بایدش پشتون باشد، براه عشق من مجنون باشد. که تا باشد مرا فرزند بسیار، تمامش شان در نهایت باشد هوشیار. 4 تا قوم شود با هم برادر، که تقسیم شود همی قدرت برابر. دیگه این کشور ما جنگ نباشد، دل مردم مثل سنگ نباشد. تعصب گم شود از خاک میهن، بمیرد دشمن صفحاک میهن. شوم من رهبر خاک خراسان، بکارم لاله و دشت و بیابان. تعصب هر کجای فرهنگ نباشد، الهی کشور ما جنگ نباشد. بیا با هم بسازیم این وطن را، بیا بشنو تو از من این سخن را. بیا تا این وطن آباد سازیم، بیا تا هموطن را شاد سازیم.